سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. روزای ماه مبارک رمضان به خیر بگذره. دوستای عزیز، امروز میخوایم به شما طرز تهیه خورشت کرفس یاد میدم. پس تا آخر ویدیو ما رو بیننده باشین که شما یاد بگیرین. اول از همه از سر کرفس میبریم. مواد لازمش هم اندازه‌اش براتون میگم. اول به همتون میگم که شما یاد بگیرین. بعدش کرفس ها رو دو تقسیم میکنیم. حالی هم کرفس ها رو دو تقسیم کردیم. بعدش هم همه کرفس ها رو تمیز میکنیم و داخل یک سبد میمانیم که آبایش بره. واقعا خورشت کرفس خوراکی خوشمزه و ناگفته نماند بسیار ویتامین‌های زیادی هم دارد. در افغانستان که فکر کنم پیدا نمیشه و کسایی که در ایران است، در ایران پیدا میشه زیاد. در همه سبزی فروشی‌های ایران است و خورشت کرفس یک غذای ایرانی است. مواد لازمه خورشت کرفس: یک دانه پیاز کلان است، 500 گرم گوشت که از دلخواهی است، هر رقم که شما دوست دارین. من چون که گوشت مرغ هم روش اضافه میکنم. نیم گیلاس هم لوبیا است. لوبیا هم اختیاری است، اگر دوست داشتین بندازین، اگر دوست نداشتین نه. رب هم 2 قاشق رب میگیریم. دیگه هم ادویه و چیز است که وقتی که انداختم براتون میگم. خورش امین خود کرفس هم باید 500 گرم باشه و هم ساقایش نازک باشه. از ما نازک است و در ویدیو شاید بزرگ بیاید. اول پیاز رنده میکنیم، بعدش هم روغن میذاریم به خاطر که سرخ شود. تا روغن که سرخ میشه کرفسا را خرد کنیم همیشه. و سبزی که به خاطر کرفس که در سبزی که ضرورت است جعفری است، امرای کمی هم گندنه اگه باشه زیاد خوب میشه. حالی هم پیاز هم میندازیم که سرخ شود. بعدش پیاز سرخ شد، گوشت ها را انداختیم که سرخ شود تا او وقت گوشت نرم شود. ما نمک انداختیم، نمک هم به اندازه که دلخواهید داد، هرچقدر خودتان دوست دارین. اینجا هم کمی زردچوبه میریزم. اتویش از زردچوبه، پودر سیرم است. پودر سیرم زیاد خوب است. کمی هم مرچ سیاه. اینا همش به خاطر کمی بوی گوشت خامبویشه از بین میبره، زیاد خوب میکنه، طعمش واقعا مزه‌دار میکنه. حالی هم رب اضافه میکنیم. 2 قاشق رب گرفته بودیم، رب اضافه میکنیم. میمانیم که رب سر روغن بیاید، کمی به هم میزنیم. بعد میمانیم که رب سر روغن بیاید. آب جوش میریزیم. آب جوش از قبل جوشانده بودیم، حالی آب جوش انداختیم. میمانیم که گوشت نرم شود. حالی هم لوبیا را انداختیم. گوشت ما نرم شده بود، لوبیا را از قبل نرم کرده بودم. و بعدش هم روغن در یک ظرف دیگه روغن انداخته بودم، به خاطر کرفسا را تفت میدادم. میخواستم کرفسا را تفت بدم، کرفسا را هم تفت دادم. رنگش تغییر کرد، یعنی خوب شد. کرفس همراه امو قورمه که درست کرده بودم هر دویش یک جای کردم. بعدش هم او جوش انداختم. او جوش هم موقع که بالا ببینین نظر به موادتان، اگر نرم شده بود و کم بندازین، اگر که نشده بود زیاد بندازین. حالی هم ادویه قورمه سبزی میندازم که همین طعم خوشبوییش دو چند میکنه. واقعا یک غذای مزه‌دار عالی بود.